چطوری میتونیم ما یک موی حیوان رو به این نرمی اجرا بکنیم؟ 3 مرحله داره. 3 مرحله شما مرحله به مرحله به توضیح میدم. خوب دقت کن. توی مرحله اول شما باید بیای با سوزن RL و با درجه ولتاژ 6.5 علامت گذاری بکنی. میتونی علامت گذاری هم نکنی. این بستگی به این داره که شما چقدر روی طراحی مسلط باشی و روی کار مسلط باشی که شابلون اگه پاک شد بتونی کارو جمع بکنی. ولی ما در نظر میگیریم که آقا شما تسلط نداری و بار اولته، پس ما اینجا با درجه ولتاژ 6.5 و با نوک سوزن علامت گذاریمون رو انجام میدیم. کل رنگی که من دارم داخل این اجرا استفاده میکنم رنگ تیره است، یعنی رنگ مشکیه. من هیچ ستی درست نکردم. بعد از اینکه علامت گذاریمون رو انجام دادیم، از سوزن M1 برای خط و پر کردن و سایه استفاده میکنیم. یعنی 3 تکنیک رو با هم دیگه داریم اینجا انجام میدیم. خوب دقت بکنین. ببینید من کاری که دارم انجام میدم، دارم به صورت رفت و برگشت به صورت خط دارم میندازم و بغلش رو هم دارم به صورت سایه پر کردنی یا سایه تیره دارم انجام میدم. تکنیکش رو اینجا میخوام توضیح بدم، خوب دقت بکن. ببین این تکنیک خیلی مهمه. ما یه دونه خط میندازیم همونجوری که من با مداد اینجا خط کشیدم، یعنی سوزن رو ببینید صاف روی این خط میذارم، میبرم پایین میارم بالا، میبرم پایین میارم بالا. درجه ولتاژ هم همون 6.5 آروم میارم پایین میبرم بالا به صورت خطی. تکنیک دوم به این شکله که سر سوزن رو یه مقدار کج میگیرم. اوکی، ببینید به این شکل، یعنی من یه مقدار سوزن رو به این حالت کج میگیرم، حالا یا از پایین یا از بالا. و بعد باز اینجا هم باز به سمت بالا پایین آروم کوچولو حرکت میدم که اونجا رو بر من پر بکنه. وقتی شما کجی که میگیری این باعث میشه اونجا چه اتفاقی بیفته؟ اونجا باعث میشه که یه مقدار کلوفتر برات بیاد خط بندازه و حالت پر کردنی بشه. ببین اینجا ما الان یه دونه خط صاف اومدیم انداختیم. این شد اولین تکنیک. دومین حرکتمون چیه؟ این شد اولین حرکت. دومین حرکتمون چیه؟ دومین حرکتمون گفتم اون کج بودن سوزنه. خوب دقت بکن به تصویر. ببین من یه دونه خط میکشم بغلش. الان اینجا سوزن رو میخوام من یه مقدار کج میخوام بگیرم. ببین چه شکلی میگیرم. سوزن من اینجا یه مقدار کج گذاشتم دیگه، صاف روی اون خط نیست، یه مقدار کجه. اوکی، دیدی یه مقدار کجه. حالا من اینجا اینو میگیرم کج میذارم. حرکت من به سمت بالا پایین یه مقدار کوچولوتره. ببین رفت برگشت رفت برگشت رفت برگشت رفت برگشت رفت برگشت. و چون کجم هست برای من میاد یه حالت مربع طور مستطیل طور یه حالت سایه میندازه و بعد کنارش باز من خط که میندازم میبینی به این شکل میگیره. حالا من اینو توی اجرا هی تکرار میکنم. خط پر کردنی، خط سایه تیره، خط حالت پر کردنی. میبینی حالا این سایه تیره که من دارم میندازم یه جا کم رنگ تره یه جا پر رنگ تره و اینو هی تکرار میکنم. ببین پس تشکیل شده از این خط و این حالت سایه و همین پر کردنیه. کل تکنیکی که ما داریم انجام میدیم ترکیبی از این دوتاست که من هی دارم همین رو داخل این اجرا تکرار میکنم. حالا توی این اجرا من یه کار دیگه هم انجام میدم. ببینین من اینجا دارم این کارو دارم میدم. یه سری خطوط بزرگترن میکشونمشون به سمت بالا یا به سمت پایین، یه سری خطوط نازکترن، یعنی حواسم به خطوط ها هم هست، یه جهت خطوط ها. اگه خطوط به سمت راست رفته، خط به سمت کج رفته، خط این مقدار خمیده شده، دقیقاً عین همون علامت گذاری میکنم. ببینید بالا پایین، بعد باز به صورت پر کردنی، بالا پایین به صورت یه مقدار پر کردنی، به صورت پایین دارم میزنم، خط دارم میزنم، باز دارم الان پر دارم میکنم، سوزن کج گرفتم، باز اون بالا پایین رو همون خطایی که علامت گذاری کردم. میبینی به همین شکل و اینو هی تکرار میکنم تا این طرح کاملا شکل میگیره. یه تکنیکه یه مرحله دیگه مهمتر داره که آخر کاره که اون آخر کار میخوام بهتون بگم، اونم خیلی تاثیر میذاره که داخل اجرا باعث میشه که حالت طبیعی تر بشه. خوب دقت بکنید. اونجا رو هم که رسیدیم اونم بهتون میخوام توضیح بدم. بچه‌ها ممنونم که تا اینجا کلیپ همراه من بودین. ممنون میشم که این کلیپ رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین. داخل کانال من کلی آموزش دیگه هم گذاشتم که اونها هم میتونه به کارتون بیاد، اونها هم بریم ببینین. سوالی هم اگه داشتین داخل همین قسمت کامنت ها بذارین، من کامل بهتون توضیح میدم. هر قسمتی رو متوجه نشدین بذارین داخل کامنت ها، من کامل بهتون توضیح میدم. مرسی. یه نکته که بچه‌ها داخل این اجرا اشتباه میکنن اینه که سوزن رو فقط به صورت خطی میگیرن و اون تکنیک دومی که بهتون گفتم که میاد حالت پر کردنی و حالت سایه داره اون انجامش نمیدن و اینجوری هم کار طولانی‌تر میشه و هم پوست آسیب میبینه. و اشتباه دومی که انجام میدن اینه که خیلی میان تند این کار انجام میدن که این باعث میشه که پوست خیلی سریع آسیب ببینه. پس تند هم انجام ندین و تکنیک خطی رو فقط به صورت تنها اونم انجام ندین.
جفت این تکنیک‌ها باید با هم انجام داده بشه و خیلی آروم و آهسته. نکته آخر و مهمتر از همه که باید دقت بکنی که گفتم آخر سر بهتون بگم اینجاست. ببینید اینجا ما دیگه فقط تکنیک خطی رو میریم. برای چی؟ برای اینکه اون پر کردن و موهای بالا و موهای پایین رو بیان به هم دیگه بچسبونیم. ببینید من اینجا هم دارم از یک دونه رنگ دارم استفاده میکنم، این همون رنگ تیره است. درجه ولتاژ هم همون 6.5 اصلا بالا نبردم، فقط دارم خط دارم میندازم. میبینی خطهای نازک دارم میندازم، با فاصله دارم میندازم. دقت کنید برای این مرحله اگه خواستین موها رو با هم دیگه وصل بکنین نباید اون پر کردنیه رو انجام بدید، وگرنه کار خراب میشه و حتما خطها نازک باشن و اصلا نظمی توش نباید وجود داشته باشه. یه دونه خط نازک از بالا به پایین میاد ممکنه به پایین وصل بشه، ممکنه به پایین وصل نشه، تا وسط ممکنه بیاد، ممکنه تا آخر بره به هم دیگه وصل بشن. اصلا کلا میگم باید نامنظم باید بشه. همونجوری که می‌بینی من نامنظم با فاصله دارم ایجاد دارم میکنم و این خط‌ها رو به هم دیگه وصل میکنم. و در آخر رنگ سفیدم که بخوام بهش اضافه بکنم میام لابلای همین ها رو دیگه سفید میزنم و اینجا باعث میشه که طرح من برجسته تر بشه و براق‌تر بشه و حالت طبیعی تری بگیره. توی اون سیاهی ها رو دیگه نمیام سفید بزنم، اینجاها رو میام سفید میزنم، لابلای اینا رو سفید میزنم و اینجا باعث میشه که برجستگی بیشتر ایجاد بشه به همین سادگی. و اینجا گفتم فقط به صورت خطی. بازم سوالی بود من در خدمتتون هستم، واسم بذارید داخل کامنت، من بهتون توضیح میدم. مرسی.